مرد ملا صاحب؟ نه، نباید بموره. میخواست با ما یک گپ بگویه. تو همی زخمش محکم بگی. زود باش، خدا داد زود باش، عجله کن. زخمش صحیح محکم بگی. حالا آقا کرد، حالا تحمل کن. ملا صاحب، آقا کرد دیگه در دنیا نیست. مرد ملا صاحب. نه نمرده. نه ملا صاحب. حالا آقا کرد، حالا نباید بموری آقا کرد. ملا صاحب، تو یک وقت برام گفته بودی معلوم دار است یک انسان چی وقت آخرین نفسهای خودم میته وقتی که اجلش رسیده باشه. یک ثانیه هم پس و پیش نمیشه. عمو دقیقه جان خودم میته، عمو دقیقه از بین میره. اجل آقا کرد هم رسید ملا صاحب. آقا کرد مرده. ملا صاحب مرده. آقا کرد با رازا زندگی کردی و راز آرام کت خود بردی. تشویش نکن. او هاردسک همراه دخترت پیش مامانت است. خداوند گناهیشه ببخشه. آمین. بله اسماعیل. تا وقتی که تهدید از سر ما پس نشده از جنازی آقا کرد محافظت میکنیم اسماعیل. دیگه ای که او روانی را دستگیر کردیم. بعد از اینکه انتقام خون آقا کرد گرفتیم با او یک مراسم تشییع جنازه میگیریم. شرکتی صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ба қувват кардани мардонагӣ доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БТА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. شما تدابیر لازمه گرفتین؟ پیش از اینکه درباره پلان او روانی نفهمیدیم از مردن آقا کرد کسی خبر نشه. صحیح ساقالی. خوب است. و زینب دختر آقا کرد او کجاست؟ این دروازه رو باز کنین. شغل ما را در اینجا قلف کردین. دروازه رو باز کنین لطفاً. لودا خدا لعنتتون کنه. زینب خوب است نفسم. سینان اینا کی هستن؟ از ما و تو چی میخواین؟ با شماست. زینب؟ علی بیادر خودت هستی؟ بله جانم. تو خوب هستی نه؟ علی بیادر چی شده؟ پدرم کجاست؟ گوش کن. کل چیز زیر کنترل ما زینب. در اونجا دم نستین؟ علی بیادر من زیاد میترسم. نترس زینب. تو را در اونجا هیچ چیز نمیشه فهمیدی؟ سرم اعتماد کن. علی بیادر ما در یک خطر بزرگتر هستیم اما تو نیست. از همین خاطر از ما محافظت میکنی؟ فقط میخوایم تدابیر لازمه بگیریم. تو هوش کنی نترسی و تا وقتی که ما در اونجا پشتت نامدیم در اونجا منتظر میباشی. درست است؟ عزیز
عزیز مولالی بود؟ بله. چی میگفت؟ آقا زینان اگر شما میخواین ما شما را بیرون کده میتونیم. مکت زینب میباشم، هیچ جای رفته نمیتونم. آرام باش نفس. زینب اونجا دمن است. برای فعلا باید همونجا باشه. تشویش نکنین. خب شما چی میکنین؟ نظر به که او روانی اینجا نامد یک فرد دیگه داره و همه چیز پلان کرده. او میفهمه که واردست که از ما گرفتن نمیتونه. حتما یک پلان دیگه جور میکنه. هر رقم که میشه باید تدابیر لازمه بگیریم. آه علی، از این که من چه قسم یک بلا جور میکنم تو حالیم کوشش میکنی پیداش کنی ها؟ آقا کرد جانتا مرد. من 100% مطمئن هستم پیش از که آخرین نفسش بکشه او آردسکه به تو داده. خیسفدا امی هست به اندازه ازلم یا با درد ما میخوره. حال سفدا چیزی را که من میخوایم به من حتما میره که تو هیچ خبر نمیشی. برو برات یک دوست دختر قابل اعتماد پیدا کو، درست است؟ از ما جدا شو. از تو جدا شم ها؟ از تو جدا شم یعنی که منصرف شدن از تو قدر آسان است. افسوس به حالت. با وجودی که من نمیتونم یک لحظه هم بدون تو زندگی کنم، باز گپ زدن تو رو ببین. افسوس به حالت. چی گپ است ها؟ اکتور بچم، حال دیگه سلام و اول پرسی رو از یاد بردی؟ اگه پرسان کنم ازش قاشقی و علی بیادرد گپ میزنی. یعنی حال قسم شدیم؟ ها می قسم شدی. من حوصله ندارم که درباره ماجرای بیادر دوست داشتنیت و مشکلات تو خانم دوگو چیزی را بشنم. فهمیدی بیادر؟ گفتی درباره ماجرای بیادر دوست داشتنیم؟ بچم تو چه قسم گپ زده میری؟ پیلوت بی از مشکل ما به خودم کفایت میکنه. کتم غرض نگه بلی از خدا حالا. اگه کتت غرض بگیرم باز چی؟ آی بس از پیلوت وای. چی بس است؟ چی بس است بچه ما؟ بچه مشکل تو چی است؟ بگو که توم نجات پیدا کنیم هم. حال چو پستی نه؟ گبم نمیزنی. لود هر بلایی که سرت میایه بیایه. خود که داره نه درد است نه درمان. از اجرش میکشم پیلوت، از اجرش میکشم. ملا صاحب خدا داد. خوش آمدین. خوش باشی. سیفدا خر تو هم خوش آمدی. مرا چرا اینجا آوردی؟ چرا اینجا آمدیم؟ بیا زو مرا خواه میبرم. من میرم. من دیگه رفتم. شبتان خوش. خداحافظتان. شبتان خوش. خدا داد. شب خوش. من دختری هستم که تو دوستش داری؟ بله البته. این دیگه چه قسم سوال است؟ نمیفهمم. شاید از این خاطر باشه که دیگه مطمئن نیستم. یک دقیقه منظورت از این گپ چی است؟ منظورم از این گپ چی است؟ صبر کن منتظر باش که بگوی منظورم چی. کجا میری سفدا؟ حبیبی
بیبی که بفهمی منظورم از این گپ چی است. این عکس اینجا چی میکنه؟ این از کجا شده؟ چی شده؟ نه که حتما باید پوت می بود. چرا ترسیدی؟ سفدا زیاد متاسف هستم علی، واقعا زیاد. فکر میکردی که واقعا یک عکس پوت میمونه چطور؟ اما زن سابق زنده باشه در پیش چشم میرمانده بود و خوب شد که دیدم. به این شکل ما متوجه بعضی چیزا شدم. بگو متوجه چی چیزا شدی؟ علی جان خواست این قسم یک عکس بگیریم بس. ببینم. یعنی او خواست که این قسم یک عکس بگیرین؟ بله. خیلی طور است. بله سفدا، اما طور است. دیگه چی بوده میتونه؟ در این صورت چرا تا حالی عکس یخچال نصب است؟ این عکس در یخچال نصب بود؟ تا حالا متوجه نشدیم که در یخچال نصب بوده. این عکس حتما علی جان گرفته در یخچال نصب کرده. نسبت به عزلم حسادتی را که داری او هم به خاطر علی جان است. حسادت دارم؟ علی خدا در کوچه حسن چپ نزن. وقت عزلم پیش سایل با دیدن او آدم میرفت دیدم که چقدر دیوانه شده بودی. ایرام دیدم که در پیش او آدم از دستش گرفته آوردیش. با چشمای خودم دیدم علی. یک دقیقه تو پت مرا سیل میکردی؟ سیل کردم بله. چطور این کار کردم میتونی؟ چی شده؟ به خاطر چیزی را که نباید میدیدم اما دیدم قار شدی. چطور؟ نه، از اینکه تو را سعی نشناختم فقط کمی متعجب شدم. چی تصادفی؟ ما هم تو را نشناخته بودم. از این خاطر آدمی را که نشناختم نمیخوایم در خانهش باشم. شب خوش. کجا میری سفدا؟ صبر کن. حالا بالا برو در اتاق مخوشو، ما هم در اینجا خومشم. درست است؟ مواز میکنم. میبینم هیچ فرصت از دست نمیتی. همی که ما رفتیم اومدی. امروز با کدام بهانه اینجا آمدی ها؟ نه که به خدا داد باز نان آوردی چطور؟ نه جانم، علی زیاد خواست که من در اینجا باشم. حتی گفتم میتونم که مرا به زور اینجا آورد. علی خواسته؟ یعنی که به زور آوردی؟ علی جانم میشه یک دفعه بیایی؟ علی جانم گفت زن سابقت آمده، بیا. حالا فهمیدم که چرا علی جان گفت. قمایت مبارک. حالا برو دیگه بیادر. خیر ببینی. دزم ما هم زیاد کنجکاو هستم که بفهمم باز به کدام بهانه اینجا آمدی. عزلم؟ علی جان؟ چرا دانه دروازه استاد هستین؟ حالا داخل بین دیگه. نه داخل نمیاییم علی. بیازو میبینم که تو هم مهمان داری. علی جان میخواست پیش ازی که به پارک بریم تو را ببینه. اگه نه دیشه اون پیش ازی که خوشه و وقت آمدی دیدت. اما بچه این پشت پدرش دق شده؟ مادر حالا به پارک بریم. سیز جانم میریم. وای بیادر زاده شیرین ما آمده. ای من قربانت. چطور هستی بچم؟ اصل است اصل والا. کاکا جان ما و مادرم به پارک میریم. تو هم امروی ما میری؟ همیالو میرین؟ حالا نمیشن اما دیگه دفعه میریم. وعده میتون برد سیز؟ بچم بیا که بریم دیگه. حالا دیگه شیرم برو. بیازو سر پدرت زیاد بیرو بار است. نباید مزاحمش شویم. روز خوش داشته باشین. خداحافظتان. خداحافظ علی جان. ببی به خاطر که مستم از پشتشان نمیری؟ لطفا نشرم علی. نشه که بره بازو آدم ببینه نی؟ یعنی زینب بعد اینجا پات کردن ها؟
سینان کاش که میرفتی. چرا به خاطر ما موندی؟ ما تو علاقه جای رفتن نمیتونم قلبم. یعنی مرا اعلان نمی کنی؟ تا آخرین نفس علاقه نمیتونم. به نظر تو چی میشه سینان؟ یعنی ما را چرا اینجا آوردن؟ نمیفهم جانم، به خدا اگه بفهمم. اما یک چیز که هست که میفهمم. شکر که کتم هستی جانم. تحمل کردن نمیتونستم که تو را از دست بدم. همیشه کتیم باش، هیچ وقت دست میلا نکو. از این به بعد چی بخوای چی نخوای از دست من فرار کردن نمیتونی خانم زینب جان من. چی پس؟ چیز نیست، اما اینجا هستم. تو را چیز نمیشه. راحت متعجب. بیادر، فکر نکنی در کارهای تو مداخله میکنم، اما با وجود که میفهمی علی جان با سفدا حسادت دارد، تو چرا سفدا رو اینجا آوردی؟ حالی به تو کمی مشکل تر نمیشه؟ میشه سلیمان، میشه، اما مجبور بودم به خاطر که سفدا برای فعلا باید پیش چشمایم باشه. بیادر چرا؟ کدام موضوعی است که من خبر ندارم؟ بیادر بشنو، اگه کدام مشکل داری و نمیخوای برام بگویی باز رابطه ما خراب میشه گفته باشم. دارم سلیمان، دارم، اما من حلش میکنم. سیف دارم بیازو به خاطر اینجا آوردیم که خدای ناخواسته از او استفاده کرده مرا پیش خود نخواهیم. پس علی جان چی؟ اگه از سفدا استفاده نکده بخواه از بچه‌ت یا عضلم استفاده کنه، باز ما چی کنیم؟ نه، دشمن من خوب میشناسم. او به خاطر به دست آوردن چیزی اصلا طفلا را دخیل نمیسازه، به خاطر که طفلا به او خط سرخش است. خاک دسترش که تی قسم یک کارش. در صورتی که قدر آدم خود نماز میگه به طفلا ضرر نمیرسونه، باز به خانما چرا میرسونه؟ او خود نمانه سلیمان، او فقط یک مانی است. یعنی که خوب میشناسیش؟ خوب، گوام خوب صحیح میشناسمش. اگه او آدم قدر اساس نیست که به زنا ضرر برسانه، پس در حق عضلم کدام بدی خو نمیکنه مترس؟ نه، از این که او به عضلم ضرر نمیرسانه خوب صحیح مطمئن هستم. چطور یعنی؟ باندگه سلیمان، من میفهمم. خب سعیست بیادر، تو که تو میگی سعیست، بگو من در این موضوع چی کده میتونم؟ بی امر کو خلاص. هیچ کار سلیمان، برای فعلا هیچ کار نمی کنی. تو دی وقتا فقط احتیاط کنی برای من کافی است. بیادر بیا که یک جای بریم و احمقا نابود کنیم، لطفاً برام اجازه بده. اگر ضرور شد برات میگم سلیمان. بیادر بی به خدا. سلیمان، اگر نیاز پیدا شد بجز از تو دیگه از کی کمک خواسته میتونم. ای سعیست، این حال صحیح شد. بیادر هر وقت ده هر چیز ده هر ساعت امرایت هستم. منظورم از کل چیز، البته خارج از مسائل عشق عاشقی. در جنگ تو ینگه از دستم کار نمیایه. در او جبهه باید تنها بجنگی. به جز مسائل عشق عاشقی دیگه فقط سرم امر که خلاص. بیادرت همیش در خدمتت. چی رو سل میکنم؟ او زیدی کجا زنگ میزنه؟ سفدا،
میبین به خاطر فکرهای بیمانایی که در رابطه با ما داری کوشش نکنی که از اینجا بری. درست است؟ بیرون به تو بسیار خطرناک است. گپ ما فهمیدی؟ خدا داد با سفدا اجازه نمیتی که پای خود از این خانه بیرون بانه. سعیس مولا صاحب، تو با بازوش تو کابار مرا پیش خدا داد امانت میمانه. تو با انسان که کدام رای دیگه میمونی سفدا؟ ها حتی میتونی دروازه رو سرم بسته کرده بری علی ها؟ فکر خوبی است. ای چطور در فکر من آمد ها؟ مولا صاحب دروازه را قلف نکنی. اگه ازگی بیای ما رو چه قسم داخل برم چه قسم رو ببینم؟ خود سعیس قلف کو، ما رو از پیش کلکین میبینم. همه تو گپ میزنم. ببین تا وقتی که من آمدیم از خانه بیرون نمیبروی. خدا داد. سعیس مولا صاحب فهمیدم، تشویش نکن. دنیا به آخر نرسیده بچیم. معذرت خواهی میکنی خیر خلاص، دیگهش مربوط اون میشه. حالم ده کلکش است. حالی هم ده کلکش است. حالا معذرت بخوای منتظر چی هستی پیلوت؟ اگه بگویا هیچ وقت نمیبخشمت چی؟ یک رقم بعد با سایل داره که نگو. چرا معذرت خواهی نمیکنه؟ این خب برای ما دروغ گفته بود. ترسو چرا جرأت گپ زدن نداری؟ فقط سیل کردن یاد داری؟ نه حالی هم قار است، هم مقصر است هم قرضدار است. این رو ببین تو. اگه معذرت نمیخوایی نخوای. بسیار به نزاکت هستی. دیوانه تو را دوست دارم. قلبم تیز تیز میزنه، نمیتونی صدایشو بشنوی. چشم آبی من. اگه به نزاکتم باشی بازم زیاد دوست دارم. دور بخورم دیگه. روی ما دور بتم توی گو. دوست دارم بگویم. نمیفهمم روش دور داده یا نی؟ دور نداده، سرش خم انداخته میره. حالا پیلوت، حالا عزیزم. حق با ما هست چشم آبی من. چی میشه ایره قبول کن؟ میخواستی چیزی بگویی؟ نه نه. خب صحیح است. تو چطور چیزی به گفتن داشتی؟ نه خیلی صحیح است دیگه. وکیل صاحب، ما
میخواستم شما را ببینم درباره اون میراثی که سیف دارد که امرایتان گپ بزنم. نه شما زحمت نکشین، من میایم فقط به مدرستانه در پیام روان کنین، همین کفایت میکنه. چی گپ شده ها؟ از ما چی میخوای؟ خدا داد در این کتابچه چی نوشته میکنی؟ او گپایی را نوشته میکنم که وقتی در شفاخانه بودم ایزگی برم میگفت. چرا گپای ازگی را نوشته میکنی خدا داد؟ به خاطر که پیشم ثبوت باشه، اگه یادم بره باز برش بگویم. ما باز میکنم. اینجا شما تو خوش آمدی ازگی. ایزگی سلام خدا داد. خوش آمدی ایزگی. خوش باشی، خوب هستی؟ خوب هستم، تو را که دیدم بیخی خوب شدم. سیز برات من پخته کردیم، گوش نشدی؟ گشنه نیستم اما کلش میخورم، به خاطر که تو زیاد مزه‌دار پخته میکنی. اما تو نیست افتخار؟ بله. او سرمه که کلش خورده بودم؟ واقعا خوشت آمده بود سیفدا خواهر؟ اولین بارم بود که پخته کرده بودم، به خاطر که خدا داد خوش داره. ولو کلی زیاد مزه‌دار بود، بسیار تشکر. نوش جانت. حالاش پس خانه بریم. سیفدا خواهر، اگه خواسته باشی تو هم بیا کت ما. نه من سیر هستم، به شما اشتهای خوب. این دیگه کی هست؟ سیز مادر. خدا دادی تا که در گلونت بند نمونه. بسیار مزه‌دار از خیر ببینی. اوه چقدر خوبش. بگی جانم، حالی را بخو، باز مستقیم پیش دکتر برو، درست است؟ تشویش نکن میدال، من واقعا خوب هستم. میگی خوب شدم، میگی خوب هستم، اما خودت رنگ رو خودت دیدن نمیتونی علی هان جان. رنگت بیخی سفید گشته. پدر؟ پدر؟ چی شده؟ چیزی نشده. حالا میگه چیزی نیست، های دفعتن ساعتش خراب شد، میگم پیش دکتر بریم، اما کس که گپه بشنوه. ما به دکتر زنگ میزن. زنگ بزن. کاکا علی هان خوب هستین؟ شما را چی شده؟ پیلوت بسیار به عقل هستی. او دختر صد دل یک دل کده پیش رویت آمد، میگفتی که دوستش داری، معذرت میخواستی ازش، تو چی کدی؟ باندگه. نه پیلوت، لوده شدی به خدا، تو بسیار لوده هستی. نه این قسم نمیشه. خاک دی غرور ناقد، نگفتن که دایش غرور نباید باشه؟ میرم معذرت میخوایم، هر چی که میشه شوا. کار خوبی میکنی پیلوت، حالا بدو دیگه. مادر؟ سیفدا مادر جان مادر. مادر شما خوب هستین ها؟ من خوب هستم دخترم. کلم کاری خو نکردن نی؟ من خوب هستم، تو تشویش نکن. خوش آمدی خانم سیفدا.
تا حالا هیچ کدام رده پای نیست. نفرایشان پیدا کرده نتانستیم. 100% کدام پلان جور کرده. درباره مرگ آقا کرد هیچ کس تا حالا خبر نداره نیست مایی؟ نه، برای فعلا فقط کارمندا داخل تشکیلات میفهمن. خانم زینب هم خوب است، تشویش نکنه. خب جان چطور است؟ او هنوزم تحت مراقبت است آقالی. خب زنده باشی. تو چی پلان داری روانی؟ کچالو رو مم قسم خورد میکنی و باز ده سرش مندازی. 15 دقیقه در سر گاز میمونی باز پخته میشه. تو قدر دیگ پخته کردن چی تو بلد است خدا داد. وقتی کسی را نداشته باشی که برات پخته کنه باز یاد میگیری. اما جگرخون نباش. حالا یکی را دارم که برام پخته کنه. کی است؟ فرشته نجاتم. البته که تو هستی دیگه. راستش سیفدا خواهرم صدا کنم در داخل تنها مونده. من مولا علی و سیفدا خواهر همیشه تنها میماندیم. حالا ما را تنها ماند. بالاخره جفتا میخواین که تنها باشن نه؟ نه دیگه ما قهوه جور میکنم هر سه ما یک جای میخوریم درست است؟ خب سعیز سیفدا خواهر نیست فکر کنم برآمده. چطور نیست؟ سیفدا خواهر برآمده کجا رفته؟ ملا صاحب را پیش ما امانت مونده بود. اگه سیفدا خواهر چیز شما باز چی؟ هیچ چیز نمیشه جانم کلان دختر است. من کدام کار داره که بیرون رفته؟ ما باید به ملا صاحب خبر بتم میوله. خدا داد؟ چی شده؟ کل چیز خوب است؟ فکر کنم کل چیز خوب نیست. فکر میکنی؟ چی شده خدا داد؟ سیفدا خوب است؟ نمیفهمم ملا صاحب. یعنی چی که نمیفهمم؟ نمیفهمم به خاطر که نیست. وقتی ما ویزگی داشت پس خانه گپ میزدیم او باز رفته. هیچ ندیدمش. خدا داد. بر صورت موبایل قطع میکنم. من قبلا تو را دیده بودم. در پیش ازلم دیده بودمت. یک گپ عادی است. من دوست سابق علی و ازلم جان هستم. تو دوست علی هستی؟ ببین علی زنگ زده. یادش کردیم و زنگش آمد. فعلا قطع کن باز بعدا قطعش گپ بزن. آفرین. تو چی میخوایی؟ تو از من چی میخوایی ها؟ انشالله که فقط به خاطر زدم کدام جایی رفته باشه. آقالی اسماعیل خانم زینب از جای امن فرار دادن. گفتی فرار دادن؟ چه قسم؟ نمیفهمم. بدون ما دیگه کس از او جای خبر نداشت. محافظارم کشتن. از سینان و خانم زینب هیچ کدام خبر نیست. بیا ای به ایمان است که او روانی در بین ما یک جاسوس داره. ببین اسماعیل، سینان و زینب پیدا میکنی. پیش از اینکه او روانی بزده ما از اونا استفاده کنم مجبور هستیم که اونا را پیدا کنیم. فهمیدی؟ سعیست. روانی علی چطور فهمیدی که ما هستم ها؟ بگو. رشخندی را بس کو روانی. زینب و سینان کجاستن؟ گم شدن؟ من فکر میکردم اونا در جای امن هستن. گپای حق و ناقه بس کن. میفهمم که اونا را تو اختطاف کردی. اگه سیفدام گم شده چطور؟ چی میگی بیادر؟ دانه تا بسته کن. علی متوجه از زد بودن نتونستی. واقعا جگرخون شدم. بسیار زیاد جگرخون شدم. میفهمی یک دقیقه بشنم. کدام سوی تفاهم نشدم. من هیچ کدام ربطی با سیفدا ندارم علی چان. تو او را شخصا خودت گم کردی. اونا را پس به من تسلیم میکنی روانی؟ های البته. تو به ما معلومات بیار، من اونا را برات میارم. مرا که هرچی تهدید میکنی بکن.
ایره خوب میفهمی که این معلومات برات نمیتونم. بله میفهمم. ایرم خوب میفهمی که چیز به دست آوردن نمیتونی. پس چرا اونا اختطاف کردی؟ تو چی پلان داری؟ علی وقت جواب سوال را که نمیفهمم داده شوه با شوق بازی در کجا میمانه؟ حالا فکر کن روانی چی پلان داره؟ ببینم پلان ما فهمیده میتونی یا نه. چی پلان داری روانی؟ چی پلان داری؟ زنده باشی احمد جان، حالا کاملا خوب هستم. خواهش میکنم کاکا علیخان، اما باید به شفاخانه بیاین. اصلا بی‌پروایی نکنین. یک بار شما را معاینه کنم، درست است؟ به خاطر که زیاد مهم است. البته که مهم است، البته که میایم. بیاز من همیشه میگم که بریم، اما دیگه به هر صورت زنده باشی. بسیار زیاد خواهش میکنم، بازم شفا باشه. زنده باشی. ما دیگه به اجازهتان میرم. با خیر بری. صحیح، زنده باشی. ما بترقیت میکنم. خوب خواستی نی؟ هر بار که مرا میبینی چرا قدر قار میباشی هیچ نمیفهمم دویگو. نه که به خاطر او نامش چی بود؟ پیلوت. به خاطر او دوست به سرت قار میباشی. نام زدم. البته ها ببینم یک بار. چلا دست تو زیاد مقبول میگه. مرا ببین، میخواستم از این معذرت بخوایم به خاطر که آشتی کنیم. من خود خوردم میرم، اما کارایی را ببین. افسوس به حالت دویگو، افسوس به حالت. امیدوار هستم چلی کسی در کلکت باشه که لیاقتش داشته باشه. از کلگی که در خوبتر تو میفهمی چلی کسی که لیاقت من نداشته باشه در کلکم نمیکنم. وظیفه تو شده که ایره برم بگویی. میتونی که برم ایره بگویی احمد؟ نه من خو فقط گوش کو. اگر در ذهنت درباره من کدام چیز باشه باز او رو فراموش کو. در زندگی من یک نفر است و من او رو زیاد دوست دارم. ما خب بیازوی را میفهمم. بله میفهمم، اما تو کاملا نید اشتباه درک میکنی دویگو. به خاطر که بودن یک نفر در زندگیت به این معنا نیست که ما نتونیم دوست هم دیگه باشیم. اما تو نیست؟ بله رابطه ما چندین سال قبل خلاص شده، درست است، اما بازم فکر میکنم میتونیم به مثل دو انسان عادی هم دیگه را ببینیم. به نظر تو هم تو نیست؟ بیاز دوست خواستیم، با جز دوست دیگه چیز بوده نمیتونه. فقط ای که من دوستایم قضا زود دیده نمیتونم، یا ای که خود دوستایم نمیخواین زود به دواخانه ما بیاین و مرا ببینن. برات قبلا گفتم که پیش خاله ایمان میایم، به خاطر پیشکاری کردن او میایم. از امو خاطر حالا که تیر میشدم گفتم یک بار پدرتان ببینم، دیدم که وضعیتش خوب نیست. بسیار تشکر، روز خوش. مناسب سیفدو خواهر پیدا کرده تو نیستی؟ نه خدا داد. چه قسم شد بگو برم. مولا صاحب ما واقعا معذرت میخوایم. ما ویزگی در آشپزخانه گپ میزدیم. این که سیفدا خواهر چه قسم رفت نفهمیدم. انشالله که او روانی در سیفدا خواهر کدام کاری نکنه. سیفدا؟ 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 تو خوب هستی؟ چیزی نشده شه. بیبی سیفدا خواهر چیزی نشده. من خوب هستم، اما چرا فکر کردین مرا چیزی شده؟ مرا چی شده میتونست؟ پس توقع داشتی به تشویش نشیم سیفدا؟ برات گفته بودم از خانه نبرای. بیخبر از خانه برآمدی. وقت زنگ میزنم جواب نمیدی. تو کجا بودی؟ من پیش مادرم رفتم. کمی جگرخون بود. صاحب خانه آمده بود. به خاطر کرایه و ای چیزا کمی کتش جنجال کرده بود. و دیگه ای که مادرم به خاطر سینانم جگرخون بود. سیفدا
ببین هم به تو و هم به مادرت گفتم به خاطر سینان تشویش نکنین. او کاملا دمن است. بر صورت ما یک چند کار مهم دارم که باید هرچی زودتر خلاصش کنم. حالا که تو اومدی من رفتم میتونم. سیفدا لطفا از اینجا جای نرو. ببین چیزی که میگم مهم است. با بیادرت زیاد شباهت نداری. تو بیشتر طرف مادرت رفتی. بیادرت سینان هم طرف پدر مرحومت رفته. خدا من برش عمر دراز نصیب کنم. تو از بیادر چی میخوایی؟ کته او چی کار داری؟ گفتم اما از تکرار کردن زیاد خوش نیستم. قبلا هم برات گفتم حالا میگم که فایده ای نداره تکرار نمیکنم. دقیقش نشو. تو ما پرسان کردی که از ما چی میخوایی نه؟ اگر هم بیادرت و هم دوست دخترش مثل برگای خشک زمستان از بین خواد بردم. با این کارت میتونی زندگی مادر و بیادرت نجات بدی. سیفدا خواهر خوب هستی؟ فکر کنم کدام چیز فکر میکنی اما تو هست نه؟ اما تو نیستی ازگی؟ نه خوب هستم خدا داد. پس ما دیگه میرم. خیلی باش تا پیش دروازه بیبین آمد. سیفدا خواهر تو یه جای نری همینجا باشی سیس؟ من ازگی جانه بدرقه میکنم. خدایا حال من چی کنم؟ به خاطر پیدا کردن او دیوانه شرط است او جاسوس را پیدا کنیم که جای زینبشان برشان گفته. هرچی میکنین بکنین، خائن بین ما را پیدا کنین. گپ ما فهمیدین؟ سیفدا مجبور بودم برات بگویم که سینان ده امن است. هیچ نمیخوایم که تو جیگر خون شوی. اما ایره برات وعده میتم او روانی را پیدا کرده. سینانه از دستش نجات میتم. به خانیم رفته. آی اقدر چشم سفیدی شبیبی فقط که خانه خالش باشه. شیطان میگه برو خوب موی کنکش کن تا که خوب یک درس بگیره. ما برات میگم که سیفدا منصرف نمیشه. تو گپا گوش نمیکنی دخترم. تو هیچ درک نمیکنی. در صورتی که قدر قار میشی میدان برشان خالی کو پشت علی را الابت دخترم. تو فکر میکدی که علی از پشت دویده میایه اما تو از دخترم ها؟ آفرین به تو لودیم. وقتی که گپ مادر تا گوش نکنی اما قسم کل چیز گدواد میشه پشت از واره شله گرفته بشی. ما هنوزم امیدم از دست ندادیم مادر. مادر کلان چی میشه امشب تو هم خانه ما باشی؟ اگه تو بخوایی من پیش تو میباشم نواسه قندم. اوه حالا فکر کن که روانی چی پلان داره. تو قصد داری چی کنی روانی؟ از زینب و سینان استفاده کرده. میخوایی از رای دیگه پیش بری؟
حالا سفدا توی این کارم میتونی به خاطر سینان زینب. زنده باشی. قربان دستایت. نوش جانت. هم به این فکر میکنی که آدم چی قسم پیدا کنی نه؟ یک چیزی است که فکر من نارام کرده. یه آدم هر کی که هست واضح است که مشکلش با آقا کورت است. خب از تو چی میخوای علی؟ مشکل او نیکت محض و نیکت آقا کورت. آقا کورت یک چیز پیش من امانت مانده. مشکل او که او امانت است. خیلی او امانتی هر چی که هست بهتی که خلاص شود نمیشه چطور؟ و از این خطری که سایش در سر کل ماست نجات پیدا میکنیم. اصلا دادن او امانت یکی از بزرگترین خیانت های حساب میشه. اگر با مرمام نمیتونم. زیاد به تشویش شدم به خاطر او امانتی. خب چی قسم یک چیز است؟ دقیقش نشو. معلومات غیر ضروری و اضافی است. خب در کجا پوتش کردی؟ نیکی در اینجاست. سفدا تو چوری سوالا را پرسان میکنی؟ هیچ هدفی میست که وقت اینقدر یک چیز مهم است که اگه بموریم نمیتیش باز گفتم نشه که بتونن اینجا پیداش کنن. پیدا نمیتونن. تشویش نکن. خب این آخر آمدی، اما حال چی میکنی پیلوت؟ ها؟ خب بی از ما به خاطر چی اینجا آمده؟ خصوصا بعد از اون چیزی را که امروز دیدم. اوف پیلوتا، کاش که زنگ بزنی. گرچه چیز به گفتن نداری، پس چرا زنگ بزنی؟ علیحان تو خوب هستی؟ دویگو چی شده پدرت چی شده؟ نه پدر؟ وضعیت پدرت زیاد خراب است. نه خوب است. سلفکو پدر جان، سلفکو. وضعیتش خراب شد. به امبولانس زنگ میزنه به قسم نمیشه. پدر جان کجای درد میکنه؟ قلبت خود سیخ نمیزنه نه؟ مادر پدرم دوای خود خورده؟ دوای نخوردی علیحان؟ نخورده دوایش نخورده. دخترم چیزی نیست، حتما دا گلونم چیز سعیز پدر یک دقیقه آرام باشه، نبضتا نمیبینیم. پدر جان سعیز بیشی دوای تا بخواه لزد شو. تو چه دوای تا بخواه حالا دیگه از اون تا حالا چرا دوای تا نخوردی؟ نه قسم نمیشه. نه نمیشه. خدا قبول کنه علی. زنده باشی. علی یک چیز فکر من نارام ساخته. او چیزی را که امانتی میگی در کدام جای مثلا در سیف ماندیش، یعنی در جایی که پیدا کردنش مشکل باشه. سفدا تو با فهمیدن این موضوع چرا قدر علاقه‌مندی نشان میدی؟ هیچ، من فقط به خاطر گفتم که در جای امن است یا نه. اما اگر نفهمی به تو بهتر خود بود.
خودت امو روزی که آقا کرد زخمی شده بود نه؟ امو روزی که به اینجا آوردینش تو هم اینجا بودی؟ بله اگه تو راست پس امانتی که آقا کرد به علی داده دیدی؟ بله دیدم. با ملا صاحب آقا کرد یک بکس داد. ملا صاحب مداخلش یک آردسکه گرفت. خب او را در کجا مانده تو اینو میفهمی؟ نه نمیفهمم. ملا صاحب آردسکه گرفت و برآمد. یکی کجا رفت نمیفهمم. کینو میخوری؟ هنه زنده باشی. من میرم باز میکنم. خدا داد او بخو برات خوب است. بگی ملا صاحب زنده باشی. خانم خیریه؟ شبتان بخیر. من در خانه کم دقیقه آورده بودم، از او خاطر گفتم اینجا بیایم. کار خوب کردین. بفرمایین بشینین. من چای میمانم. بریم مام کمکت میکنم. مادر چرا اینجا آمدین؟ در خانه هیچ آرامم نگرفت. کدام چیز پیدا تانستی؟ کاکالی هان چطور هستین؟ بچم خوش آمدی. یک بار می ضربان قلبتان رو معاینه کنم کاکا جان. حالا باید برم بگویی دیگه او لوده به خاطر چی در خانه تان داخل شد. باید بگویی گپه. یک بار نفس عمیق بکشین. احمد بچیم یک چیز بگو، خوب است نی؟ چیز قابل تشویش نیست، نترسین. ادایی وقت شوکی است. من میرم میبینم. خب باشه یک بار فشارتانم ببینم. پیلوت او به شرفته اینجا چی میکنه؟ پیلوت لطفاً میشه از اینجا بری؟ او آدم هر وقت خواست بیایه ما که بیایم باز میگه برو. همونطور است نه؟ پیلوت صبر کو پدرم. پیلوت تو در خانه ما چی میکنی ها؟ ما راستش چی؟ کاکالی هان جان لطفاً خدا خسته نسازین. به نظر ما شما هیچ خود خسته نسازین، حتی ما معذرت میخوایم. ما بیازو به خاطر او چیز آمده بودم، به خاطر که بعدش یعنی چیز که شد نمیفهمم. شفا باشه. علی اوروغلو ترسیدن همونطور است نه؟ از علی اوروغلو. استاد علی نیست، استاد علی اوروغلو بیادر اصلی مست میفهمی؟ با تو نمی زیبا ویداد، نمی زیبا. تا همینجا بود. ما دیگه به آخرین لحظه جدایی رسیدیم. خدا حافظ چشم آبیمه. خدا حافظ. تو فکر میکنی این کدام وسیله بازی است ها؟ این وسیله طفلا است. هر وقت که دلت چطیره از دستت میکشی. بیبی این انوزم دنگشتم است. دیدی انوزم است.
اگه یک دفعه ایره از دستم بکشم باز هیچ وقت نمی پوشمش. اما فعلا است. تا حالا نکشیدیمش. اگه ایره یک دفعه از دستم بکشم یعنی محبتی که نسبت به تو دارم خلاص شده. بیبی ما کشیدیم. بگو کشیدیم. نه. یعنی محبت عشقی که نسبت به تو دارم خلاص نشده، اما از تو خلاص شده. چلر از دستت کشیدی میگی خلاص شد. سعیس آقا پیلوت، برو خوشبخت شوی، خلاص شوه. اما هوش کنی دیگه هیچ وقت طرف من نبیایی، هیچ وقت پیش رویم نبیایی. درست است؟ مام چلیم میکشم، تشویش نکو. دویگو صبر کن، نرو صبر کن یک دقیقه. یعنی تو میگی که تا حالا خلاص نشده؟ های من دفعتاً وقت قار بودم با عصبانیت گفتم و قسم. برو پیلوت. دویگو ایلایم کو. چشما بیمه بشنو. مرا ببخش. ببین دنگشتم کردم. من یک لودگی کردم، اما به والله و بالله تو را بسیار زیاد دوست دارم. بیبی از دسته که تو را دوست دارم بعضا در فکرم یگان گپای بد میایه، بعدش من دیوانه میشم. یکی کسی طرف تو سیل کنه و به تو دست بزنه میفهمی اعصابم خراب میشه. اما برات وعده میتم عادت میکنم. در صورتی که تو برم گفتی که دوستم داری، من به همه چیز عادت میکنم. هم عادت میکنم که سرت باور کنم، هم عادت میکنم که گپت گوش کنم. من تنها یک چیز عادت نمیکنم دیگه، بدون تو بودنه. باور کو به این عادت نمیتونم. بخیس پیلوت. چشما بیمه پیلوت بخیس. چی میکنی؟ پیش از عروسی نمیشه. نه پس بیا که عروسی کنیم. با زودی عروسی میکنیم. حداقل از کمیت یک ماچ خوبته. درست است. ای ما سرت عاشق هستم، او دختر عاشقت هستم. ماما عاشقت هستم. جان؟ این کار زیاد طول کشید، اما دیگه خلاص میشه علی هورخلو. باید این کار کنی وداد. تو این کار میتونی. حالا با چه؟ وداد چی میکنی بچه ما؟ بچم تو اسلحه را چرا مستقیم طرف بیادر ما گرفته بودی ها؟ طرف ما بیبی بچم، تو میخواستی سر بیادرم فایر کنی لوده؟ سرت خم نکو. طرف ما بیبی، طرف چشمایم بیبی، تو میخواستی سر بیادرم فایر کنی؟ جواب بده. بله بچم، بله فایر میکردم، سر بیادرت فایر میکردم. فهمیدی؟ چرا بشرف؟ چرا بچم؟ با تشویش هستی یعنی؟ با تشویشش هستی؟ گپ دراز نکویدت، جواب بده. از دست حسادت بیخی دیوانه شدی بچم. تو طرف بیادرم چطور سلا کشیدی احمق؟ ها؟ جواب بده برم بگو. داستل تو با ما جواب بده پیلوت. با ما او
و دیرکی دادی سرش استاد هستی یا نه بگو برم پیلوت. آها وعده چی؟ از پدرم گفتی وقتی قاتل پدرم ما پیدا کردیم یک بار میده فرقش میزنیم سر قسمت استاد هستی یا نه؟ وقتی در سر قبرش استاد بودیم گریان میکردیم قسم را که خورده بودیم سرش استاد هستی یا نه؟ یا که منصرف شدی حالا دیگه زود شو برم جوابته زود شو جوابته. آها بچم تو چی گفتم میری؟ وقتی قاتل پدر ما را پیدا کنی میکشیش یا که نمیکشیش پیلوت بگو برم جوابته حالا. بچم چی میگی ودت؟ با ما جوابته حالا. بله بچم بله میکشمش. خو سعیس قاتل پدر ما بیادرت است. بچم تو چی گفتم میری؟ این چتیات هست دروغ میگی. خو دیگه شنیدی قاتل پدر ما بیادرت است بیادرت. قاتل پدر ما ارنیکو بیادرت است علی هوروغلو. بیادر ما بیادر اصلی ما قاتل پدر ما سمتور است. بچم تو از دست حسادت دیوانه شدی بخی. چشمای تو دیگه چیز را دیدن نمیتونه ها؟ دیوانه گپ میزنی لوده. بچم نیک اویگاری گپا را برات گفتن. با مام گفته بود ما فریب خوردم نه باور نکردم. کت نفر تالاتم گپ زدم پیلوت. بچه مام دروغ میگه. تالات به خاطری که آقا کورتا بفروشه ای دامه مانده بود. ای بچم چرا نمیفهمی؟ بچم کل اینا شغال هستن. تو چطور در دام اینا افتادی؟ نتانستن بیادرم از بین ببرن ما تو را به زدو میسازن. جان خوش هستم که تو را صحیح و سالم میبینم. شفا باشه. یعنی در تقدیر ما ای بوده که زنده بانم. کاش که آقا کورتم زندگی سر ما باشه. مرا چرا اینجا خواستی؟ چندین سال است که یک روز آقا کورت در پیش مسئله خدا میفهمه اگر پیش از من نمی مرد ای راز تا گور خود می برد یا نه. اما نظر به ای که اول او مرده دیگه فایده نداره که از تو پتش کنم. چی را نباید پت کنی جان؟ بگو مشنوم چی را پت نمی کنی؟ یک راز آقا کورت که به قیمت جانش ارزش داشت یعنی گم شده تا. گفتی گم شدیم. ببین آقا کورت پت کرده بود صحیح است اما ما با هم رسیدیم ما و سلیمان. از سلیمان نمیگم علی جان. چیزی را که میخوایم برات بگویم واضح تر میگم. نمیفهمم میره چه قسم بگویم. فکر کنم بهتر است که خودت ایره یک بار بخوانی. ای چی است؟ نامی که پدرت با آقا کورت مانده بود. از طرف پدرم با آقا کورت. آقا کورت دوست عزیزم این نامه را به خاطر نوشته میکنم که از خانواده محافظت کنی. دو بچه‌ام و دخترم که هنوز به دنیا نامده پیش تو امانت باشن. صحیح متوجه اونا باش. و از تو یک خواهش کوچک دارم. پیش از این که دخترم تولد شوه و ما او وقت بین شما نباشم باز وقت سر دخترم نام مادر مرحوم ما یعنی زینب بان در پناه خداوند باشی. این حقیقت داره؟ زینب خواهرت است علی. بیازو خانه آقا کورت اولاد نمیشد. خانم خدا بیامرزه شام زیاد میخواست که صاحب اولاد شوه. از این خاطر وقتی
مادرتان عامله بود تو حادثه رخ داد. باز به شفاخانه بردنش. طفله نجات دادن. باید زینب پیدا کنی علی. او را باید پیدا کنی. چطور تونستی از من پد کنی آقا کرد؟ بله علی تذکره او جاسوس را که جای خانم زینب به روانی گفته بود ثبت کرده. علی هورغلو ایران کار نمیکنه که پدر ما نیکو را کشته فهمیدی؟ برو خودت بپرس. اگه با ما باور نداری برو از خودش بپرس. حالا با هر شکلی که میشه سر قسمت استاد میباشی. اگه تو استاد نمیباشی ما حتما استاد میشم. نمیخوایی گپ بزنی؟ اما من میفهمم چه قسم سر گپ بیارمت. تا که شو خلاص نشده برم میگی که زینب و سینانه به کجا فرار دادن. اگه از اینجا زنده نمیبری. بیشی حالا برم توضیح بده. ما ده هر جای نفر داریم. علی هورغلو ده هر جای، یا زنده یا مرده. روانی برات زیاد سلام رسان. گفت که صبح ساعت 2 بجه میخواه که تو را ببینه. نه بکشش نه. خداوند لعنتت کنه. زود یک دکتر بخوای. جوانا امیدوارم در اینجا خسته نشده باشین. تو از ما چی میخوایی؟ بان دیگه نمیخوایم دقیقا کدام کار کنم. خوب نیست که در وسایل شخصی و آدم دست بزنیم. اما مادر ما با دشمن علی دستکی کردیم، باز شما درباره وسایل شخصیش گپ میزنین؟ دخترم ما این کارا به خاطر سینان میکنیم. خاله خیریه؟ سیفدا خواهر؟ شما در اتاق ملا صاحب چی میکنین؟ ما خب پاکاری میکنیم. خدا دا جان چرا؟ باز دینا وقت شو. بله دل ما سخت، اتاقش بیخی گده ود است. گفتیم وقتی بیای حیران شود. آها البته هرچی نباشه آدم مجرد است نه؟ از این خاطر. چقدر خوب هستین. کاش که یکی مثل شما باشه که در فکر ما باشه. در این صورت به اتاق تو هم میاییم. خدا داد همون نیست ماده. البته چرا نه. خداوند ازتان راضی باشه. خوب از خیلی خسته نباشین. زنده باشی زنده باشی. در این جایی نبود چی کنیم مادر؟ در دکانش بد نکده باشه. بله امکان داره اما حالا من بینم یک بار دکانش هم میبینم. حالا تو برو من اینجا را جمع میکنم. حالا سیز من رفتم. قسمه که حد زده بودم در گروهش افراد تشکیلات ها جای با جای ساخته.
یک انسان چطور جانشه به خاطر یک نفر فدا میکنه و هم به خاطر یک آدم روانی؟ بله، روش او روانی همی قسم است. مغز انسان را شستشوی میده، هر کدام اونا را به مثل یک ربات تغییر میده. اونا به خاطر او روانی حاضر میشن که از جان خود تیر شون. مادر؟ چی شد؟ نه نبود، دکانم دیدم در اونجام نبود. آه یک انسانی قسم یک چیز در کجا پد کده میتونه؟ خیلی تو دیدی که او را در کجا موند؟ نه ندیدیم. ملا صاحب دست که گرفت و برامتی که کجا رفت مام نمیفهمم. علی جان پیش از اینکه به پارک بره خواست تو را ببینه. گرچه دیشب پیش از اینکه خو کنه تو آمدی، او وقتم دیدی تما میفهمی کل شوکتی خرسک خو کده بود که تو آورده بود. همین که بیدار شد پدر گفته شله گرفت، مام از خاطر اینجا آوردمش. دشمن ما را خوب صحیح میشناسه. او به خاطر به دست آوردن چیزی اصلا به طفلا ضرر نمیرسونه. طفلا به او خط سرخش هستن. علی جان چی؟ علی گفته بود ندیم به طفل اصلا ضرر نمیرسونه. مادر ازلمام گفته بود علی یک شب به بچهش خرسک آورده بود. خوب فکر کنین، سر آقا کرد پیر شده، یک عالم اتفاق افتید. علی چرا در نیمه شب به بچهش خرسک ببره؟ پشت چیزی که میگردیم 100% در بینو خرسک پد کرده. 100% مادر، 100%. آی سیس، اما تو چه قسم داخل خانش میشی؟ اوزلم کجا اجازه میده که تو نزدیک بچه شوی؟ مادر من جورش میکنم، من حتما یک راه پیدا میکنم. به خاطر سینان، به خاطر زینب. روانی برات سلام رسان. گفت که صبح ساعت 2 بجه میخواد که تو را ببینم. تحمل کو خواهرم، تحمل کو. من تو را نجات میتم زینب. روانی اگه به یک تار موی خواهرم ضرر برسانی، تو را از به دنیا آمدنت پشیمان میسازم. بله، چای نمیخورم. گرم بخورین، براتون بسیار خوب است. از ما چی میخواین؟ هیچ چیزی نه. پس ما چرا اینجا هستیم؟ فرض کنیم یک بازی شطرنج است و امیدوار هستم در بازی شطرنج کسی که کشت و مات میشه شما نباشین. های تشویش نکنین، امشب هیچ کس نمیخوایم جگر خون کنم. میخواین اگه چیز بشنوین؟ با شما یک چیز دلخواهی من میخوانم، صبر کنین. او در کدام صفحه بود؟ باش به دقت ببینم، نشانی کده بودم. پیداش کردم. یک دست تنها وجود داشت. او دستی را که تا دیروز به دستم گرفته در عین راه با هم قدم میزدیم، حالا به زهر خیانت آغشته شده، به خنجر تبدیل شده. خیانتی که به هر کس سر میزنه آخر آمد و دست عزیز مرا گرفت. خیانت یگانه بدی است که دشمن نمیتونه بدیلش بردازه. خیانت یگانه سلاحی است که فقط در دست عزیزا می باشه. او سلاحی که زخم با وجود میاره اصلا مرهم نداره. او خنجری که از پشت جگر انسان سوراخ میکنه تا آخر آمار درد میکنه. و خیانت درست با مثل مرگ جان همه گیره میگیره. سبا در زندگیت یکی از بزرگترین خیانت ها را خواهد علی. و این خیانت را که میبینی تو را نیست و نابود میسازه.
وقتش نزدیک است. امروز روز خوبی خواد بود. کدام چیز پیدا تانسته؟ نه چیزی پیدا کردن نتونستی. تو چی؟ با دیدن او روانی میری؟ مجبور استم برم. به خاطر زینب و سینان مجبور استم پیشش برم. علی هورغلو انکار نمیکنه که پدرم و ارنیکو را کشته پیلوت. برو خودت پرسان کو. اگه با ما باور نداری برو خودت پرسان کو. خدا بفهمان. باید سر قسمت استاد باشی بیادر. اگه تو استاد نمی باشی ما می باشم گفته باشم. سلیمان بیادر بشنو. باید گپ بزنیم. سعیس اما یک کار دارم پس آن تر پیشت میاییم درست؟ همیاله بیادر همیاله. چی شده کدام اتفاق بد افتیده سلیمان؟ رو برو باشیم بیادر. ما و تو رو برو گپ میزنیم. سعیس؟ در کجا؟ میایم. تو با کدام روی اینجا آمدی ها؟ ما به خاطر گپ زدن اینجا آمدیم. به خاطر گپ زدن آمدی؟ ناق آمدی چون من نمیخوایم کتید گپ بزنم. گوش کسلم موضوع درباره علی نیست. آمدیم درباره علی جان کتت گپ بزنم. بس نیست که در بین پدر و بچه آمدی؟ حالا در فکر ای استی که مرام از بچیم جدا بسازی ها؟ کاملا برعکس. حالا میخواییم به پدرش برسه. خب علی جان آل کجاست؟ کتی مادر کلانش بیرون رفته. بله مشنوم بگو. هرچی میخوایی بگویی زودتر بگو حالا دیگه. گوش گزلم مسئله بین ما و تو کاملا واضح است. نمیخوای کشیدگی بیشتر از این سر علی جان تاثیر بد کنه. به خصوص از خاطر ما رابطیش که علی بدتر شده میره و به خاطر این وضعیت زیاد جگرخون میشه. خی یعنی که تو هم جگرخون میشی ها؟ خب سعیز خی از علی جدا شونی؟ نکو خودتا میره بهتر میفهمی که این راه حل نیست اصلا. خب خی راه حل چی است؟ گوش کن میتونیم این کشیدگی رو از بین ببریم اما اگه تو هم بخوایی به عنوان مادر طفل علی حاضر هستم هد از زندگیم به تو جایی بدم. به خاطر گفتن همین گپ تو اینجا آمدی؟ نه اما بعد از اینکه دروازه رو باز کردی دیگه ادامه میدم لطفا. وقت آمده. چی کنم دیگه؟ در دست خودم نیست. بیقرار هستم. وقتش رسیده که به علی جای ملاقات بگویم.
تنها میایی. سلیمان چرا مرا اینجا خواستی بیادر؟ امروز سوالم ما پرسان میکنم بیادر. حال از تو یک سوال پرسان میکنم و فقط از تو یک جواب میخوایم بیادر. ارنیکو را تو کشتی یا نکشتی؟ پیلوت چرا ها؟ چرا؟ آیو آدم ده حق ما پدری کده ده بین بچه اصلیش ودت و ما هیچ فرق نمیماند. او آدم یک آدم بیکس و کوی بود، تو چطور تانیستی او را بکشی؟ ببین پیلوت، حالا خوب گپای ما گوش کن. نه تو گوش کن بیادر، خوب به گپایم گوش کن. چرا در وقتی که من تو را بیادر گفته چیغ می زدم در پشت ما یک خنجر زدی ها؟ چرا این کار کردی؟ چرا در آخرش به ما یک خانه داده در داخلش به نام دروغ یک گشتم زهری ماندی؟ چرا ایره نگفتی که ارنیکو را کشتی؟ چرا از من پود کردی که قاتل پدرم هستی؟ چرا؟ میفهمی من قسم خورده بودم که انتقام میگیرم. کسی که پدر مرا کشته من او را از بین میبرم، اما خبر نیستم که او بیادر اصلی ما بوده. چرا ها؟ چرا؟ میفهمی چرا؟ به خاطر که در بین بیادرت و قسم انتقام که خوردی مجبور نشی یکیش انتخاب کنی سلیمان. من از این نترسیدم که مرا میکشی. بیادرت که بعد از سالا پیدا کردی. من تو را نخواستم که با دستای خود از بین ببرم، به خاطر که تو با ای عذاب وجدان زندگی نکنی چوب شدم. بیازو بعدن کل چیزا برات میگفتم. اما چرا؟ به من جواب بده. چرا؟ حالا وقت چوب شدن نیست. به من جواب منطقی بده. به من جواب بده. چرا؟ میفهمی چرا؟ ارنیکو بچه مرا از بین برد. او بچه ما که نام بیادر گم شده ما سرش مانده بودم از بین برد. او بیشرف بچه ما کشت، یعنی بیادر زاده تو را کشت. نه دروغ است. ارنیکو طفلا را نمیکشت، خودم میکشت، اما اجازه ای را نمیداد که یک تار موی از سر یک طفل کم شود. میفهمی؟ دروغ نیست بیادرم. سر پدرم تهمت کردن. او طفلا نمیکشت. امکان نداره. کسی را که من پدر میگفتم بیادر زاده مرا کشته. اما تو راست؟ نه امکان نداره. قبول نمیکنم. هدفش ما بودم سلیمان، بچه‌ام نبود. در دوری که در تشکیلات کار میکردم به خاطر که مانع قاچاق سلاحی او شدم. خواست مرا بکشه، به خاطر از بین بردن ما زیاد دوید. بله میخواست که مرا بکشه. گفته بود که در موتر ما بم بانن، اما به جای ما در او موتر بچه یک دانه بالا شد. سلیمان بیادرم، نه که تو برم نگفتی اگه انتقام بچه تا نمیگرفتی ما به جای تو انتقامش میگرفتم؟
بیادر حال من چی کنم ها؟ از یک طرف ودت میگه که به خاطر انتقام گرفتن قسم خوردی و باید سر قسمت هم استاد باشی. از طرف دیگه بیادر اصلی و سکیم قاتل پدرم از حال من چی کنم؟ بیادر به من بگو چی کنم؟ آی مده بسته عمرم، یعنی به خاطر گرفتن انتقام ارنیکو زندگی کردیم، قسم خوردیم، حال من چی کنم؟ برم بگو چی کنم؟ حالا میفهمی که باید چی کنی سلیمان؟ بعد از این به خاطر خواهرت باید زندگی کنی. نفهمیدم چی؟ گوش کن، پیش از اینکه آقا کرد بمونه یک راز دگران میفهمید سلیمان، اما فهمیدم. نامه پدرم خوندم، کم کم به یادم آمد. مادرم ما در او حادثه ترافیکی حامله بوده. تو چی میگی؟ من نفهمیدم. یعنی ما صاحب یک خواهر می شدیم سلیمان. پیش از او حادثه مادر ما حامله بوده. او طفل حال کلان شده، دیدمش. ما حال یک خواهر داریم سلیمان. ای که میخوای چی کنی من نمیفهمم. ما کدام خواهر ماهر نداشتیم. من مادرم به یاد دارم، پدرم به یاد دارم. اگه مادرم حامله می بود او هم به یادم می بود. سلیمان کاملا عادی است که تو باید نداشته باشی بیادر. زیاد خورد بودی. وقتی جان به ما گفت حتی ما مثل یک خو به یاد آوردم. مادر ما در حادثه ترافیکی حامله بوده. بعد از حادثه دکترها تونستن که خواهر ما را نجات بدن. بله، آقا کرد به خاطر که صاحب طفل نمیشد او را پیش خود برده. او دختره کلان ساخته، متوجه او بوده، حال کلان شده. بیادر تو چی گفته میری ها؟ یه گپ حقیقت داره. حقیقت داره. زینب خو میشناسینی؟ امو زینب را که آقا کرد دختر خود میگفت. در اصل او خواهر اصلی و خونی خود ما از سلیمان. چی میگی بیادر؟ سلیمان بیادر زینب خواهر ما و تو است و فعلا زندگی او در خطر است. روانی او را فرار داده. او منتظر است که بیادرش بیاین و او را نجات بده. یعنی که صداقتی که نسبت به علی داشتی از محبتی بیادرت کردن مهمتر بوده. با خاطر به علی خیانت نکردی. شاید دمیدم که من مادم خودم رسک کنم، اما بدل ایلیس که باید با جان بیادرت بپردازی. بیچاره با اونا زیاد عادت کردی، اما آدم های شیرین و ساده هستن دیگه. اونا در دنیا حتما به هم میرسن، چرا که هر دوشانه با هم یک جا میکشیم. ندیم. ها صبر کن خانم سفدا. فکر کنم که وقت شناس نیستین. ما وقتی که شما آمدین پیشتر امر دادم که اونا را از بین ببرن، اما در لحظه آخر زندگی بیادرت نجات دادی. البته که دست خالی نامده باشی. هم بیادرم کجاست ندیم؟ حتما توقع ایره نداری که بگویم نه؟ تا وقتی که مطمئن نشم چیزی را که میخوایم او را آوردن یا ناوردن براتان نمیگم. ایلاشون کنم؟ نه، به نظر من قدر لودام نیستم. اگه قسم باشه بسیار جگرخون میشم که تک انسان لوده شریک شده.
وقتی به تو هارد دیسک به تو از کجا بفهمم که برادرم آزاد میسازی؟ البته نمیفهمی، اما خود فهمیدی. صداقت در دنیا مهمترین چیزی است که ما برش ارزش میدم. اگر نظر به قوانین رفتار نکنیم باز وقت باخت هزم است. همه بگی حال وقتش است که جای بیادرم و زینب ببرم بگویی. اونا کجاستن؟ بیادرم کجاست بگو. میگم تشویش نکن جانم. گفتم بگو بیادرم کجاست ندیم. پیش از که بگویم اینجا یک نفر دیگه هم میرسم، منتظر از او هستم. کی؟ منتظر کی هستی؟ در اصل باید اینجا وقت میرسید، اما معلوم میشه او هم مثل تو وقت شناس نیست. چی شد؟ انتقام ما را گرفتی یا نه؟ با وعده که دادی تانستی عمل کنی؟ میفهمیدم که دلت به بیادرت میسوزه، میفهمیدم که سر قسمت استاد نمیشی بیادر، اما بیادرت اعتراف خود کرد نه؟ حقیقتا گفت نه؟ چی شد؟ میگفتی دروغ است، با ما باور نکردی، حال خود حقیقت فهمیدی نه؟ وقتی فهمیدی پدر ما را بیادرت کشته چه حس داشتی بگو. چه حس داشتی؟ گاب زنه پیلوت چرا چوپ هستی؟ احمق! این آمدم. علی ها این آمد علی هروغلو. سیفدا تو در اینجا چی میکنی؟ ندیم سیفداره تو چرا اینجا آوردی؟ به زور ناوردمش، دعوت کردم او هم دعوت ما را قبول کرد و آمد جانم. دستم البته که به مثل تو دست خالی نامده. برات گفته بودم علی، گفته بودم ما را حل کن، حل کردن نتونستی. حالا خود فهمیدی زینب شانه به خاطر اختطاف نکردیم که تو با ما هارد دیسک بدی، به خاطر سیفدا ای کار کرده بودم علی، به خاطر که نتونستی حلش کنی. یا هم هارد دیسک هم صداقت کسی را که از دست دادی در زندگی زیاد دوستش داشتی. تو در چارایی بند ماندی علی. لطفاً مرا ببخش، با مجبور بودم. خوب است، سیس هارد دیسک گرفتی، حالا دیگه سیفدار ایلا کو. من خب مشتاستی سر وعدیم استاد هستم. او میره، او مرغای عاشق آزاد میسازم، اما اول ایره باید ببینم کسی که در پشت مشرقی خود هر کار میکنه. خدا میفهمه که در حق ما چی کده میتونه. نکندی پشت او هارد دیسک که میگشتی ای تو خب فکر نکردی که بین رمز مانده باشمش نه؟ علی رمزش چی است علی؟ میشه برای ما بگویی لطفاً، یا که تاریخ تولد سیفداست؟ امکان داره، یک دفعه امتحانش کن. اما احتیاط کنی، اولین امتحانت شروع میشه.
در بین هارد دیسک یک سیستم است و میفهمی که اون سیستم چه قسم کار میکنه؟ اگر در 30 دقیقه رمز درسته وارد نکنی معلومات داخلش به شکل اتومات کلش پاک میشه. بله، زینب خواهر خونیم است، اما در دعوا هیچ او ربطی یا گناهی نداره. ای را میفهمی؟ نمیتونستم در وضعیت تو را تک تنها بانم. درک میکنی؟ ها؟ درک خو میکنی نه؟ ببین، مسئله بیادرم جداست، اما به خاطر زینب به من حق خو میتینی؟ پیشم هستی نه بیادرم؟ علی تو دروغ میگی. اگه میخوای امتحان کن، هر قدر کوشش میکنی کوشش کده میتونی. تو هر قدر که کوشش هم کنی با هیچ نوع پروگرام نمیتونی که رمزش از بین ببری. به خاطر تو، یعنی واضح تر بگویم، رمزش فقط در اینجا است. اگه کدام کار کنی کل معلومات از دست میتی. امتحان کو. اما برات گفتم امتحان کو. برات خود گفته بودم. کدام زوری نداری علی، فراموش نکن ای که سفدا به خاطر بیادرش به تو خیانت کرده و خواهرتان پیش ما است. علی چی؟ زینب امکان داره خواهر تو باشه؟ علی ای چی گفته میره؟ بله سفدا، او خواهرم است. مام نفهمیدم. مام نفهمیدم علی جان. اگر میفهمیدم میگفتم. من مثل آقا کرد به وجدان نیستم که دو بیادر و خواهر از هم جدا نگاه کنم. جدا نمی کنی اما میکشی. چه قسم یک تهمت است سفدا؟ مگم تو برای کشتن بیادرم و زینب تهدید نکردی ندیم؟ برات یک راز میگم، فهمیدی؟ مشقت یک زن بسیار هوشیار است، اما یک مشکل داره و ایره نمیفهمه که حقیقت عبارت از یک لکه زرد است. چت یاد گفتن بس کن ندیم. کار عاقلانه نیست. یعنی آقا کرد از تو خواهر رو بیادرت پد کرده و تو به خاطر وصیت که کرده رمزه به من نمیگی. بسیار بیعقل هستی. این کار به خاطر وصیت آقا کرد نمیکنم. به خاطر این کار میکنم که معلومات تشکیلات در دست یک خاینه مثل تو نفته. علی، از این انسانیتت منصرف شو بیادرم. تو در یک سوراخ بند موندی علی. کی گفته که ما در سوراخ بند موندیم ندیم؟ اوه علی خود تنها آماده بود، ولی که به وعده خود عمل میکرد کجاست؟ ما برات کدام وعده ندادیم. میفهمی به خاطر چی؟ به خاطر که 100% مطمئن بودم که تو در اینجا هیچ وقت تنها نمی باشی. علی با من رمزو بگو، اگه خونه زیاده ریخته خواهد شد. بله ریختانده میشه، اما خونه کی ریختانده میشه؟ میل اصلا طرف هر کس که باشه اول خونه عمو میرسه. اسماعیل
علی مرا واقعا دست کم گرفتی علی. ده هر جای نفرهای ما حاضر هستن. به خاطر ما بدون فکر کردن جان خدا بودن. به خاطر امروز ما سالها کوشش کردیم. حال رمزه برام بگو. اگر مرا بکشیم او رمزه هیچ وقت برات نمیگم. کی گفته که تو را میکشم علی؟ علی وقت ما ضایع میشه. ایره خودت میفهمی. تصمیمت زود بگی. رمز یا معشوقت؟ حالا دیگه پیش ما زیاد وقت نیست. حالا دیگه تصمیم بگی. رمز یا که معشوقت؟ این کارا نمیتونم سفدا. نمیتونم. نکندیم. این کارا نکن. خودت خواستی علی. سفدا! زینب و سینان پیش ما بیاره. معشوقش خواه فدا شد. ببینه خواهرش فدا میکنه یا کنه. اعلام کو گفتم. اعلام کنین. اعلام کو گفتم. بی غیرتا. اعلام کو. گپ نزن. را برو. علی بیادر. زینب وقت زیاد نداریم علی. خواهر سفدا خواهر تو چی شده؟ خواهر فدای چوان بخیز. خواهر بیادرتان تشکیلات بیشتر شما دوست داره. خواهر جان. خواهر خاطر اگر نزنته باز شما هم کشته میشه. سینان به شکل تکنیکی خواهرتانم من بلکه علی بیادرتان کشته. و اگه حال رمزه با ما نگویه باز شما هم کشته خواد شده. یعنی من جگر خون میشم. واقعا بسیار جوان هستین. گناه دارین. چطور؟ علی جان حالا دیگر رمزه بگو بیادرم. هرچی میکنی بگو. رمزه به تو نمیگم. علی واقعا تو را درک نمیکنم. سیست که تشکیلات اسفدا کده بیشتر دوست داشتی. دی چندین ساله که از بودنش خبر نداشتی. از خواهرت زینب کدام بیشتر دوست داری ای تشکیلات بیشرفه؟ تو چی گفتی ها؟ از خواهرت زینب گفتی؟
بله زینب جان، علی بیادر تو هست. و حالا به خاطر زنده مادر تو رمزه به ما میگه، یا ای که تو برش بگو که رمزه به ما بگوه زینب جان. ها بیادر، پشتو بیادرم که میگشتم تو هستی. بله خواهرم. اما من یک بیادر دگم دارم نی؟ بله زینب، پیلوت یعنی سلیمان. خدایا سرمار شکرت که بیادرم رو پیدا کردم. حالا اگه با مرموم در قصهش نیستم. نه زینب، این قسم یک چیز نگو. از اینجا نجات پیدا میکنیم و هم دیگره در بغل گرفته از اینجا میبریم. درست است؟ بله سعی شد، اما قرار بحث هست دیگه. ببینین گپای احساساتیتان مرا واقعا جگر خون ساخت. حال علی جان میشه که به ما رمزه بگویی چی میشه؟ دختره بیارین، دختره اینجا بیارین. اعلام کو، گفتم اعلام کو. خب تو دختره که دوست داشتی فدا کنی، میخوای خواهرتان فدا کنی ها؟ میخوای خواهرتان فدا کنی چطور؟ چیزی را که میخواستم ببینم امین است. حالا علی با من رمزه بگو اگه نی بد میشه. ببین با بار آخر پرسان میکنم، بار ما رمزه میگی یا نه؟ صحیح است. برات میگم. بسیار خوب، حالا دیگه وارد کن. 2 9 1 2 2 0 1 تاریخ امروز است. تا که امروزه هیچ وقت فراموش نکنی. روانی بچه، تو هنوز از خود کل روانی تر ندیدی، اما خیر است با هم معرفی خواد شده. ضرور نیست که جاسوس هایت به خاطر خودت بکشن. روانی یا وقتی او روانی مرا پیدا کرد قسم را کردم مثل که اکتی او کار میکنم. هر بلایی که سر آقا کرد آمد خبر داشت. پس چرا تا امروز چوب بودی؟ به خاطر که روانی به هر جاسوس دیگه قسم معلومات میده. نمیفهمیدم که کی جاسوس است و کی نیست. در هر پلان به خود یک جاسوس میگه. در پلانه که امروز به تو طرح کرده وظیفه من. ببین ای که زینب کجاست واقعا نمیفهمم، آماده ای پلان ماست. سیفداس روانی جای زینبه به هیچ وجه به ما نمیگه.
به خاطر که بتانیم به او برسیم لازم است که این کار انجام بدیم. کمی خطرناک نیست؟ حالا تو یک کار میکنی در جان سفدا زره کرده خلطه خونه جای به جای میکنه باشلی که مرمی خلطه خون میکفه و خونه ما ایستا ایستا جاری میشه. ما اون کسایی را که سرش اطمینان دارن در بین جاسوسای او روانی جای به جای میکنه. دیگه کدام چاره نداره. این کار کرده میتونه. من میتونم. ببینید به خاطر که نمیفهمم در تشکیلات کدامشان جاسوس هستن کدامشان نیستن این کار را با شما میکنم. وقت روانی رمز اشتباه وارد کنه یک علامه به شکل اتوماتیک روان میشه باز تو علامه را تعقیب میکنی یعنی ما را پیدا میکنه. وقت روانی مصروف وارد کردن رمز میباشه متوجه علامه نمیشه. پیلوت ببین روانی بسیار یک آدم خطرناک است. زیاد متوجه خود باش. درست نیست؟ خاطر تخت بیادر مامکتت هستم. آخر راست روانی یا تسلیم شو یا زندانی میشی. فهمیدی؟ این قسم اصلا نمیشه. میشه بسیار خوب میشه. علی تا جانت را نگیرم اصلا جایی نمیرم. فهمیده باشی. من برنده شدم علی. تو ایره هیچ وقت نخواد فهمیدی. حالی نوبتم است. حالی داستان شروع میشه علی. و حتی روحتان خبر نخواد شد. خواهر خواهر جان خوبی؟ لالایت زیاد ترساندی به خدا و قرآن. تو خوب هستی؟ نه جان خور نه ما کتلی پلان جور کرده بودیم. شکر که خوب هستی قربانت شم. سعیز آرام باش. گذشت به این کار مجبور بودیم. گذشت یک دنیم. تو خوب هستی نه سفدا؟ خوب هستم. کلتون خوب هستین نه؟ خوب هستیم بیادر خوب هستیم تشویش نکن. تو واقعا بیادرم هستی؟ ما هم بیادرت هستم. بله من 2 بیادر دارم. در نامه همی قسم نوشته شده بود. خواهر و بیادر اینه کل ما یک جای هستیم. یک جای هستیم بیادر با هم یک جای هستیم.
بیادر ودتام کتم یک جای آمد. دیدم. یک سال بعد تخمام آماده شد. وای، میز ما چقدر مقبول معلوم میشه. خانم عزیزم، قربان دستایت. از تو هم بسیار زیاد تشکر شبر عزیزم. علی بگو جانم. کل اینا خو خو نیستن نی؟ واقعا خیالات ما به حقیقت تبدیل شد. خو نیست، کلش حقیقت است. این خوشی ما تا آخر عمر طول خواد کشید. حالا برو دروازه رو باز کن. سیز خوش آمده. ما آمدیم. عیدت مبارک. عید تو هم مبارک. خوش آمدی. خوش باشی. تو هم خوش آمدی یک دونه. با آن دیگر چشما بین کورتی تا بکش که حالا گرمی نکنی. اینجا بانمش بیا اینجا بشالا. سر پا استاد نباش. خلا آیسته آیسته. آی پیلوت باز اصاب مرا خراب میسازی. من خب مریض نیستم، فقط حامل هستم. سعیست دیگه مام خمیره میگم. حامل هستی سر پای نباید استاد باشی. بیادر زحمت هم میشه. این میبره ده فیلم ها دیده دویگو باز دلش شده. دلم نشده. در تلویزیون دیدم. ما کجا تو چیزا را خوردیم، فقط میخواستم ازش بچشم. شاید دخترک خورترک ما میخوایم ازش بچشه. شاید دل او شده باشه مادرش. بعد از این من محبت ما بین تو و دخترم تقسیم میکنم. سعیس همو تکو. من میرم دروازه رو باز میکنم. عید مبارک. عیدتان مبارک. خوش آمدین. بیا بریم بیادر جان. خوش آمدین جانم. حالا بفرما. ملا صاحب خدا داد. حالا داخل برو. پدر جان جانه بچه. آخ خوش آمدی. امیم بود که داخل رفت؟ بله امید، کاکایت، خاله دویگویت کلگی داخل هستن. حتی خداداد بدارتم در داخل است. حالا برو. زنده باد اما جانم. اما آی جانم نازمیش. البته به مام سلام نمیده. البته دیگه امیش پیدا کده کاکایش فراموش کده. علی جان چی گفت؟ عید مبارک. عید مبارک وزلم. از ایکلی جان آوردی بسیار تشکر. حالا تو هم داخل بیا اگه کار نداری. نه حالا مادر منتظرم است. دفعه بعدی حتما میایم. با امیدی دیدار. خداحافظ. با سیفدام سلام بگو. البته که میگم. بله بیا جانم. روزید که میگن باید عمیق قسم باشه. حالا بفرمایین دیگه. حالا دیگه. ترموز چای کجاست؟ حالا چای بندازین.
تو بیشی بیادر من میرم باز میکنم. ملا صاحب چای بندازم؟ بنداز. ودت تو پس آمدی؟ پس آمدم. حتما میزیدم آمده است. میخواستم پرسان کنم که به بدردگیتم جای است یا نه. چطور نیست بچه؟ چطور جای نباشه؟ برم داخل. ودت؟ خوش آمدی. بیادم میزیدی که ما یک جای بیشین. عید مبارک. عیدت مبارک ودت بیادر، خوش آمدی. خوش باشی. حالا دیگه عید حال عید شد. نوشه جانتم. بگی تو بخور. بگی بخور. اینه. بگی دیگه فایده داره بگی. دلم نمیشه. به خاطر دختر ما. یوسکو پیلوت. چه حالا بگی قشنگی جانم به خدا. بخور. تو چقدر شله هستی. بگی دیگه نه یک لقمه بخور.